با شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینا با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر ایسار مراجعت نموده است که صحنه 4 مارس سال 2024 هنگامی در کوچه شمسی نویه مذکور قرار داشتنش مرد 42 ساله ساکن نویه مذکور به یگان اساس او را زیر رتکوب قرار داده است که در نتیجه به سلامتیش ضرر وزنی جسمانی برداشته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن شهر خوجند با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. گمان برشمنده شب 8 مارس سال 2024 ساعت 00:10 همراه جوان 19 ساله ساکن شهر مذکور که در حالت مستی قرار داشت در نزد مرکز دلخوشی منصور در محله 34 شهر خوجند با روی استفاده زوروری از مرد 26 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف یک عدد تلفن موبیل تمغه ردمی دار و تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانی شده 1200 سومونی را تشکیل می‌دهد. اوریجین حادثه تفتیشات ادامه دارد.